اول بهمن ماه هفته هوای پاکه و همین مناسبت برنامه‌های متعددی در خصوص محیط زیست و هوای پاک داریم انشالله. با توجه به مبحث هفته هوای پاک و از طرفی هم پویش کاشت 1 میلیارد درخت در سراسر کشور، امروز به همت دوستانمون در مجموعه شهرداری عباس‌آباد و البته با حمایت ادارات دیگه اومدیم تا سهم کوچکی داشته باشیم در حفظ، نگهداری و ایجاد محیط زیست پاک. خب در راستای پاکسازی سواحل و فرهنگسازی این موضوع امروز به حکومت مدرسه شهید دلاور و ادارات مختلف و هفته هوای پاک امروز دور هم جمع شدیم که هم یک دفتری داشتیم، همین که بتونیم ساحل رو تمیز بکنیم و انشالله این فرهنگ رو بتونیم بین همه دانش آموزان هم اینجا بندازیم که ساحلمون رو همیشه تمیز نگه داریم. روز اول بهمن ماه 1402 بچه‌ها رو آوردیم ساحل عباس‌آباد برای اینکه یاد بگیرن به محیط زیست احترام بذارن. این شهر عباس‌آباد ساحل هستش و ایجاد سایبان برای مسافران ما، برای توریستان ما، برای گردشگران ما بسیار پر اهمیت. میان کنار ساحل ولی جای سایبانی نداریم و اونطور که قدیمیای ما گفتن کنار ساحل درختان توسکای زیادی وجود داشت که ولی متأسفانه تو سالهای گذشته قطع کردن. ما ساحل رو انتخاب کردیم هم به خاطر زیبایی که داره، نماد گردشگری مازندرانه و هم اینکه خواستیم یه سایبانی درست بشه، هم در دسترس ما بود. ان کل ساحل ما درختکاری خواهیم کرد ان یه دست بزنیم بچه‌ها. درخت اوکالیپتوس چون با شرایط محیطی ساحل و شن سازگار هستش و سایه‌گستر خوبی داره، این نوع درخت انتخاب کردیم بکنیم که انشالله رسوب‌نما پیدا کنه و یه سایه خوبی داشته باشه و یادگاری باشه واسه همه عزیزانی که تشریف بردن اینجا کاشتن. امیدواریم که بتونیم سرتاسر ساحل رو از این نوع درخت‌ها بکنیم و بچه‌ها انشالله در سال‌های آینده کیفشو ببریم. امروز برنامه هم نهادکاری داشتیم در سواحل شهرستان عباس‌آباد و هم پویش پاکسازی سواحل رو داشتیم که بتونیم از این طریق هم اشاعه فرهنگ زیست محیطی بشه برای شهروندان و همین که بچه‌ها دانش آموزانی که حضور داشتن تو این برنامه در آینده بتونیم براشون حداقل هم بحث آموزش باشه و هم بحث این که محیط زیستی پاک رو داشته باشن. امید از این که بتونیم با همکاری همه‌جانبه سایر ارگان‌ها هر ساله و به صورت مداوم این برنامه‌ها رو ما شروع داشته باشیم. با سپاس فراوان.